بزرگترین حسرت زندگی من اینه که واقعا از نزدیک نتونستم ببینم. سلام عرض میکنم به همه ملت عزیز ایران. ملت عزیز ایران، کار بزرگی انجام دادید. ایران رو سربلند کردید. دشمنانی که در برنامه‌ریزی های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند مایوس شدند. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان ها، یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزش. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک اون کسانی که در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من میتونم بگم بزرگترین حسرت زندگی من اینه که واقعا از نزدیک نتونستم ببینم. عزیزم دارم من همین که اینجا یعنی بیاقت داشتی خیلی دوست داشتم. من فقط از مسئولین میخوام که انتقام خون آقای ما رو بگیرن. فقط میتونم بگم کاش آقا زنده بود و خودش این حرفا رو بهمون میزد. دو بار دیدار آقا من رفتم. خانم آقا گفته بود که هر یه باری که منو دیدار آقا ببری یه سکه از مهریه رو کم میکنم ازش. آخرین قطعه خونمونم با این انقلاب وای میستیم، جونمونم واسه آقامون میدیم، واسه رهبر جدیدمونم جونمونو میدیم. لبیک یا خامنه‌ای.